درود میگیم به شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است و ما امروز قرار داریم در خانه اپای مبارک. البته با شنیدن این نام شما پی بردید که با انمون خوراک بسیار بالازت تاجیکی قروتابی خوب قراتاغی الکای شما آشنا هستید با این نفر و بردید. سلام علیکم اپای عزیز. سلام علیکم جمشید جان، خوش آمده. سلامت باشند. امروز کدام خوراک رو آماده میکنیم اکنون؟ اول ما امروز خوراکی یا نمود خوراکی تیار میکنیم که اینم آشی پلاو میباشد. خب بینندگان عزیز، چون که گفتیم که قروتابی بسیار بالازت آماده کرده بودند، امروز نیز آش پلاو است، ولی این آش تماما فرق دارد از آن آشایی که در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان در برنامه خونی تاجیکستان کرده بودیم و من بعدتر گفتم میگذارم، بهترش خود اپای مبارک میگوید. بغیر از آن محصولاتی که معمولا در آش پلاو استفاده میبرند، برنج، گوشت، نخود، پیاز، سبزی، روغن و در اینجا باز یک چند محصولات دیگر است که باز یک مزه، باز یک لذت غیر عادی میبخشد در این آش و نام مخصوصی خود را دارد. چی نام داشت؟ آشمون آش ستاره پلاو. یعنی ستاره پلاو امروز آماده میکنند اپای مبارک. کدام محصولات را استفاده میبریم بغیر از برنج و سبزی و پیاز و نخود و گوشت که معمولا استفاده میبرند؟ برای خوشتم شدن ستاره پلاو ما ایلیک آماده میکنیم. پیستا، مویز، دو نمود مویز، خب انار، زیرک میگویند. زیرک با این علاوه میکنیم تخمی بدنه برای خوشتم و بالازت شدن آش ستاره پلاو تخمی بدنه علاوه میکنیم. وقت را زیاد نمیکنیم، بعد از چند لحظه برمیگردیم. بینندگان عزیز، اون نفرانی که تازه به شبکه سفینه پیوستند خاطررسان می‌نماییم که شما برنامه خونی تاجیکستان رو از این شبکه تماشا دارید و امروز اپای مبارک آماده میکنند آش پلاو با نام ستاره پلاو. بعد از چند لحظه برمیگردیم. خب اکنون اپای مبارک، عادتا در آش پلاو آماده کردن، چون ما در دیگر منطقه‌ها نیز آماده کرده بودیم، خب از هر چی آغاز میکنن. شما امروز از چی آغاز میکنید؟ از ریزه کردن سبزی؟ مرحمت، شروع میکنیم. سبزی رو بر نمودی که ستاره پلاو گفتنی آش ما در اینجا وای هست به مانند همون وای ریزه میکنیم. به مانند ستاره برای خوش صفت شدنی خیلی خوب آش، به همین خاطر نام این آش رو ستاره پلاو مینامند. انا گپ در کجا بود است بینندگان عزیز؟ گفتن که چون نامش ستاره پلاو است و خب اون سبزی که ریزه میکنن در آش ها معمولا اون طور نیست، به طور مخصوص ریزه کرده میشود سبزی و به مانند خب ستاره. بینید که به مانند ستاره و از همین برمیاد که ستاره پلاو از همین طرز مخصوصی ریزه کردن سبزی منشأ میگیرد. خیلی خوب. و ما چون در برنامه پیشتر گفتیم که یک خوراک بسیار بالازت، خوراک ملی تاجیکی قروتاب آماده کردید، ولی به طور خودتون بسیار بالازت بود و توجه بینندگان عزیز رو بیشتر به خود جلب کرد و امروز میبینیم که یک آشی که غیر عادی است و فکر میکنم که شاید تمامی همون بینندگانی که ما رو تماشا دارند نچشیده باشن این نوعی آش رو. همین طور است. یعنی سوال من چی است؟ سوال من اون است که در همین خوراک‌های تاجیکی ملی شما باز کوشش میکنید یک ایجاد خودتون رو داشته باشید. همین طور است. یک دیگرگونی کنید. این آش رو کی شما آماده کردید با چنین محصولات ها؟ اولین مراتبه این آش رو من از پدرم آموخته. پدرم همین کسب رو که داشتن، بعد هوایی که تیار میکردن من خورد بودم و در وقتی که من خورد بودم هوای ذهن مونده، در دلم نقش بسته. یا وقتی خودم از خودم یکی پدرم به خاطرم رسیدم به همین آش کردگیم. همین آش کرده بود در فرزندم، همین آش یاد داده اینا به نشان دادم که من همین مثال گیریم آدم برای هنری خودش نشان دادن و هنری خودش سایقل دادن همین خیلی کردن در کار ها. خیلی خوب و واقعا هم بینندگان عزیز هدف از تشکیل این برنامه گفتیم در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی این هم باشد نشان دادن، معرفی کردن و
خب از نو زنده کردن هنرهای مردمی است. خاصتا در این برنامه گفتیم خوراک‌های ملی تاجیکی و گفتیم که اوش یک چند نوع میشوند. در برنامه خون تاجیکستان ما از ناحیه خب از شهر ترسون زاده آماده کرده بودیم، یک اوشی سمرقندی گفتیم، بعدا اوشی وحدتی آماده کرده بودیم از شهر وحدت و امروز تماما فرق دارد و من باوری کامل دارم که اوش بسیار بولذت می آید و تا آخر اگر تماشا کنید برنامه ما رو حتما خواهید فهمید. من البته از مزهش برای شما خب گفته میگذارم. برنج یک نقش اساسی میبازد. از برنج وابستگی زیاد دارد، همین طور است یا برای شما فرقی ندارد؟ از دل خود برنج آماده میکنید؟ اگر هنرمند باشد با برنج میده هم اوشی خوشتم پخته میتواند. سخنان خیلی خوب. بله سخنان طلایی. هنرمند با برنج چی نمودی برنج باشد با اون برنج اوشی با مزه پخته میتواند. خیلی خوب. خب بعد از آنی که سبزی رو ریزه کردیم خب باز شروع میکنیم با میده کردنی چی؟ پیاز. مرحمت. زودک بعد از چند لحظه برمیگردیم بیننده عزیز، ما رو همراه باشید. آشپزی خوب خصلت‌های اهم خوبش با پرتقال، با تمکین، تازه آزاده همه کارش رو اگر وی کند هم خوراکی تیار میکردگی وی با لذت با مزه میشود. از صدق دل اگر خوراک پزد همون خوراک پختگی شیرینی با لذت میشه. برای خوشتم شدن اوش هم روغن پخته هم روغن زغیر آمیخته کنیم با لذت می شود. من نفرانی هستم که یا روغن و زغیر استفاده بردن به وی نمی کنند، برداشت نمی کنند. برای همین روغن زغیر با یا گرگ روغن پخته که آماده کنیم به ملال خوشخورو با لذت میشه. بینندگان گرامی، اکنون تویندم چیکار کردن در پای مبارک؟ فقط ریزه کردن سبزی رو، ریزه کردن پیاز رو، تمام اون محصولاتی که الکی واردی دیگ میکنند دیگر امکانی ریزه کردن، میده کردن نیست، چون که الکی گوشت ریزه کرده شده است و قسمت دومی برنامه ما، یعنی این معنی اون رو دارد که قسمت دومی برنامه ما در نزد دیگ صورت میگیرد. بعد از چند لحظه برمیگردیم و قسمت دوم در نزد دیگ و از چی شروع میکنه در پای مبارک خواهید دید. این برنامه خونی تاجیکستان است از شبکه سفینه. اکنون در نزد دیگ و چیکار میکنیم؟ دیگ رو خسبانده روغن زغیر رو میاندازیم. مرحمت. روغن زغیر رو میاندازیم. روغن رو میاندازیم. روغن زغیر وقتی که تیار شد، یعنی پیش از همه باید که روغن زغیر رو و الکی دیگ تسبیده است
و روغن زغیر رو میاندازیم. بعد از چند لحظه بعدا باز روغن پخته رو خیلی خوب. بینندگان عزیز ما رو همراه باشید و بعد از چند لحظه برمیگردیم. من خبر میرسونم به آقای مبارک و کمک میکنن برای آماده کردن این آش فرزند و سوریو. ما رو همراه باشید. حاضر انکو ما دومه میپرتویم. انکو برای روغن تسبیدن ما پیاز رو آماده میکنیم. گوشت که بریان شد، بعد از 5-6 دقیقه که پیاز و گوشت سرخ شدن بعد ما سبزی آماده میکنیم. سبزی رو آماده کرده با سبزی رو قطعی پیاز و میزیربونیم. میگن که خب امین رو باید که زود کفتن در کار، همین طور است نه؟ باید که همون استخوان هایی که انداختیم باز در اینجا بغیر از گوشت لام باید که پره چیکار کند؟ ایلیکش شروع پزه رسیدن پخته رسید پزه. خیلی خوب. اکنون این باید چند دقیقه ادامه یابد؟ حاضر بعد 3-4 دقیقه سبزی رو میاندازیم. اکنون وقتی آن رسیده است که ما سبزی را وارد دیگ اکنون نمک رو آمیخته میکنیم برای
سبزی رو تیز بریون کردنش نمک رو میاندازیم. اکنون حاضر آبی دیگ رو میاندازیم. اکنون نخود رو میاندازیم حاضر با در آبی آش نخود رو آماده میکنیم. 15-20 دقیقه که نخود و آبی آش که جوشید بعد دیگر چیزا رو علاوه میکنیم. یعنی که باید در همین لحظه باید 10-15 دقیقه دیگر شدن؟ در این لحظه ما حاضر بیهی رو میاندازیم. بیننده‌های عزیز رسیدیم به زینه سیومی برنامه، یعنی که این معنی اون رو دارد که الکی آش ما 50% آماده شده است، ولی تا حال محصولات همش وارد دیگ نشده است و از همین لحاظ اپای مبارک با شما سوال کردنیم که چیکار میکنیم و کدام محصولات رو میاندازیم. حاضر ما اول مویز. خب من به شما کمک میرسونم. من گفته گذاشتم بیننده‌های عزیز که دو نوعی مویز است. مویز سیاه، مویز زرد رو به دیگ میاندازیم. خب زیرک و زیره. زیرک و زیره با در این علاوه میکنیم زیرک و زیره رو. خیلی خوب. خب اکنون این رو زیت رو آماده کرده. خب بعد از اون زیره رو الان بیننده‌های عزیز الکی برمشون بوی بسیار بامزه میرسد. زیره زیره رو کف کرده. زیره چون همیشگی بسیار بوی دلکش دارد. اکنون بیننده‌های عزیز از آن محصولات که شما دیدید ما الکی دو نوعی مویز رو انداختیم، بعدا زیره رو انداختیم، نخود رو انداختیم، فقط مونده است زیرک رو انداختیم، مونده است پیسته یعنی تا مغزش و لیمو. وای رو که میاندازیم لیمو و پیسته رو وقتی که این طعم اوقات در طعم این مویز و زیرک و چیزی محصولات ما انداختگی که آمیخته شد با ما برنج رو که انداختیم، بعد از آن برنج انداختم پیسته رو با لیمو میپرتیم. یعنی تنها بعد از انداختن برنج خیلی خوب در دم برنج پیسته قطع لیمو میاندازیم. این باید چند دقیقه دیگر جوشد؟ 15 دقیقه 15-20 دقیقه که جوشید روشه برنج رو میاندازیم. الکی میاندازیم. خب اکنون بیننده‌های عزیز 15 دقیقه دیگر زیاد میجوشد و بعدا میگذاریم به انداختن قسمت سومی محصولات رو. بینید که در 3 زینه ما محصولات رو انداختیم. اول بعد از روغن انداختیم دنبه رو گرفتیم، بعدا پیاز رو جوشید، گوشت رو 6 یا 10 دقیقه جوشیدن. بله بعدا انداختیم چی رو؟ نخود رو 10-15 دقیقه جوشید، بعد بیهی رو تا حال ایستاده است و قید باید کرد که بعد از چند دقیقه باید ما بیهی رو گیریم. بعد از پختنش مزهش وارد میشود، آمیخته میشود و بیهی رو میگیریم. بعدا ما انداختیم دو نوعی مویز رو و اینچنین زیرک زیره. اکنون در زینه سیوم آخرین محصولات رو میاندازیم. چی رو میاندازیم؟ برنج رو میاندازیم، لیمو رو میاندازیم، پیسته رو میاندازیم، دنبه رو میاندازیم و بیه که بعد از چند لحظه میگیریم باز برگردونده وارد
دگ میکنیم و این معنی آن را دارد که زینه سیوم با آخر میرسد و زینه اساسی فرا میرسد. بعد از دم گرفتن ما آش رو بلگن میبردونیم و چیکار میکنیم؟ نوشیجان استعمال میکنیم و از مزه و لذتش میگیریم. این برنامه خونه تاجیکستان است از شبکه سفینه. بعد از چند لحظه برمیگردیم. بینندگان عزیز رسیدیم به زینه چهارمی برنامه، یعنی که الکی وقتی اون رسیده است که محصولات های آخران رو اندازیم و بعدا دم اندازیم. و پیش از اون که محصولات رو می اندازیم از جمله برنج رو ما باید بیهی رو چکار کنیم؟ گرفتن در کار و من کمک میکنم با اپای عزیز. و بعد از اون که بیهی رو میگیم کدوم محصولات رو می اندازیم؟ برنج رو یعنی که محصولات اساسی که به این محصولات آش نیست، آش پلاو. بله این هم باشد برنج. خب من کمک میکنم به شما. خب بیاید من کمک کنم. اکنون برنج رو انداختیم و انتظار اونیم که اپا این باره چی میگوید و کدام امر میدهد، کدام محصولات رو اندازیم. کمک دیگر مونده است روغن دنبه، بیهی، لیمو و پیستا. وقتی که ما برای انداختن اول برنج آوش میجوشد، آوا به خودش میگیرد. خب آش که تیار شد برای دم پرتفتن، پیش از دم پرتفتن برنج ما دنبه، بیهیه، پیستایه، لیمویه در گرد دیگ میچینیم، بعد از اون دم میپرتیم. خیلی خوب. یعنی که دوستان عزیز گفتیم که زینه آخرون بود، زینه چهارم نه، یعنی که 5 زینه شد. بعد در اینجا گفتن که تندمی که آبش رو میکشد برنج، آب یعنی این دیگ رو بعدا ما میاندازیم پیستا، لیمو، دنبه و بیهی رو. از همین لیوز بعد از چند لحظه برمیگردیم. تقریبا بعد از 5 یا 6 دقیقه الکی آبش رو میکشد و بعدا زینه پنجم رو شروع میکنیم. انیخترش شروع میکنن در پای مبارک با دخترش. برو هم نباشید. گفتیم که 4 زینه پشت سر شد. الکی ما در یک چند دقیقه پیش گفتیم که از 4 زینه عبارت است، ولی نه، 5 زینه بوده است و زینه پنجم این است که خب همون محصولاتی که گفتیم روغن دنبه الکی یک بار وارد دیگ شده بود، بعدا بیهی، بعدا لیمو و پیستا رو وارد دیگ میکنیم. از چی شروع میکنیم؟ اپای مبارک دنبه رو میاندازیم. خب مرحمت. دنبه رو میاندازند، روغن دنبه و دویم بیهی رو خوبی بودنه بیرون. خب من از نواربردار خواهش میکنم که از نزدیک همین زیبایی رو ثبت کند، زیرا بیند که چگونه است. یک نمای به خود خاص رو گرفته است.
یعنی این معنی اون رو که تمامه حاضر آش رو دم میپرتویم بعد از 20 minut 20 دقیقه 20 دقیقه دم آش رو میکشویم. خیلی خوب مرحمت شروع میکنیم ها مرحمت و تون دمی که این رو خوب میبردارن برای شما بار دیگر میگم که چیکار کردن اول سوداکک بعد از اونی که لیمونه کسبید روغن صغیر رو انداختن جدا کن بعدا انداختن روغن همیشه گیر انا بیم گیر انمون روغن پلمبه رو پسته سرخ شد گرفتن بعدا پیاز رو انداختن بعد از 5-6 دقیقه انداختن نخود رو و باز کمی دم گرفت جوشید و بعدا سبزی رو بعد وای برنج رو و بعد وای باز هم بیهی و روغن دنبه و همین طریق اون محصولاتی که باید می انداختن پیستا دو نوعی ملیس و خب زیرک همه مرتبه اخرون انداختن و تقریبا 15 یا 20 دقیقه دم گرفت و پوره آماده شده است و لحظه‌های حساس من فکر میکنم که همین جور یک بوی بسیار با لذت فرا گرفته است باید کامل دارم که خب لذت خیلی عالی خواهد داشتیم پلو نام دارد ستاره پلو اکنون بیننده‌های عزیز پوره آماده شد و تنها مونده است که چشم انمین خب آش رو نام دارد ستاره پلو که اپای بسیار هم مهربان مبارک با همراه فرزندش آماده کردن سوریا بانو بعد از چند لحظه سر دسترخوان می‌نشینیم و میچشیم و با شما میگویم بیننده‌های عزیز که تا کدام اندازه لذت و مزه عالی دارد ما رو همراه باشید بالاخره بیننده‌های عزیز نشستیم سر دسترخوان اپای مبارک مرحمت رحمت خوش اومدیتون ستاره پلو آماده شد و من باوری کامل دارم که هر یکی شمایی که طریق شبکه سفینه ما رو تماشا دارید بی‌شبهه خب بسیار خواهش دارید که همراه ما باشید و برای عملی کردن این خواهشتون شما میتوانید چنین خوراک‌های لذیذ تاجیکی رو در خانه‌تون آماده نمایید و با همراهی فرزند، اهل و عائله، نزدیکان و دوستان
استعمال نمایید. و اکنون شروع میکنیم. مرحمت گوشت باشید. گیرید. خوش آمدید. سلامت باشید. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اختر آشنا خورده بود با مزه بسیار لذتی با خود خاص دارد بیننده عزیز. من باور کنید بینید اپای مبارک همون محصولاتی که انداختیم پیستا انور ماویسو دو نو و بشوپا زیرک یک مزه به خود خاص دارد و بسیار هم چی گویم فورم کرده است. همین طور است؟ البته جمشید جان به همین قبول لذتی که اگر اینا گفت شما که هر یک کس در خانه خودش کرده با اهل و عالش رد جدا هم با مزه نه بیننده‌های عزیز من اطمینانم کامل است که هر یک شما بعد از دیدن زودک خواهش کردید و زودک خواهش پیدا کردید که همین آش را آماده کنید. ستاره پلاو نام دارد و اون نفرانی که پر از اول تا آخری برنامه تماشا کردن به شبهه میدونن که کدام محصولات در اینجا استفاده شد. بسیار لذتی به خود خاص دارد، بسیار با لذت با مزه است و همه شما رو ما دعوت میکنیم که چنین خوراک رو آماده کنید در خانه‌تان. پیش از همه ایزار سپاس به شما نفع مبارک برای یک خوراک بسیار با لذت، آش بسیار لذتی عالی داشته. من باوری کامل دارم که با مانند شما که یک سهم کوچک خود را گذاشتید برای رشد و احیای خوراک‌های تاجیکی، بیننده‌های عزیز هر یک شما نیز میتوانید برای رشد خوراک‌های ملی بسیار سهم گذار باشید و اینجا باشد برنامه نوبتی خون تاجیکستان باقی میرسد. تا دیدار نوبتی خود و نزدیکانتون را احتیاط کنید. بار دیگر من از شما ایساری سپاس میکنم. رحمت جمشید جان، من از شما بسیار می‌ندارم که این هنری من به نظر گرفته شما همینه در اویله نیلگون پیشنهاد میکنید. ما از شما می‌نداریم که شما یک خوراک بسیار با لذت غیر عادی آماده میکنید. بیننده‌های عزیز اینجا باشد برنامه نوبتی خون تاجیکستان با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی خود و نزدیکانتون را احتیاط کنید. خیر دوستان. خوش آمده. سلامت رحمت.